خواجه نظام الملک خالق کتاب سیرالملوک ماندگارترین اثر ادبی قرن پنجم می باشد. او 30 سال تمام به شغل وزارت مشغول بود و تمام تجربه های خود را در کتابی به نام سیرالملوک گرد آورد. این کتاب سراسر پندها و حکایات بی‌نظیر و زیباست. خوانش متن این کتاب برای نسل امروزی کمی دشوار است، ولی برای کسانی که علاقه‌مند به متون کهن و کلاسیک هستند میتواند منبع خوبی باشد. در این ویدیو یکی از داستان‌های جالب سیرالملوک رو میشنوید. امیدوارم خوشتون بیاد و تا پایان ویدیو کانال کلکین رو همراهی کنید. داستان زیباترین زن دنیا. در روزگاران قدیم در میان قوم بنی اسرائیل مردم معتقد بودند که اگر هر کس 40 سال تن خود را از گناه دور نگاه دارد و در این مدت تمام نمازهایش را سر وقت بخواند طوری که آزارش به کسی نرسد، 3 حاجت او در نزد پروردگار برآورده می شود. یعنی هرچه بخواهد حاجت روا می شود. از قضا مردی بود در قوم بنی اسرائیل پارسا و نیک سرشت. نامش یوسف بود و زنی پارسا و پاکدامن داشت. این یوسف 40 سال عبادت خدای را به جای آورده بود و راه پاکی و تقوا را پیش گرفته بود. بعد از 40 سال عبادت بیوقفه با خود اندیشید که اکنون از خداوند چه چیزی بخواهم؟ هرچه با خود فکر کرد که چه چیزی در دنیا برای او بهتر باشد تا آن را بخواهد چیزی به ذهنش نرسید. هنگامی که وارد خانه شد چشمش به زنش افتاد. با خودش گفت در دنیا هیچ کس به اندازه همسر انسان دوستش نیست. این زن همسر و مادر فرزندان من است. خوبی او خوبی من است و او بیشتر از هر کسی در دنیا نیکی من را می خواهد. بهتر است با او در این باره مشورت کنم. پس به زن خودش گفت ای زن، من 40 سال به عبادت پرداختم و اکنون 3 حاجت من در نزد پروردگار برآورده می شود. در تمام دنیا تو تنها کسی هستی که نیکی و خوبی من را می خواهی. تو به من بگو ای زن، از خداوند چه بخواهم؟ زن کمی فکر کرد و گفت میدانی در دنیا به غیر از تو کسی را ندارم. چشم و دل من هم به تو روشن است و خوب میدانی زن تماشاگه مرد است و من تماشاگه توام و دل تو با دیدن من خرم و شاد می شود و حال تو همیشه از هم صحبتی با من دگرگون می شود. از خداوند بخواه من را که زن توام جمالی دهد که هیچ زن را نداده باشد، تا هر وقت از درآیی و مرا با آن زیبایی ببینی دلت خرم و شاد شود، تا هر دو عمری را به شادی سپری کنیم. مرد از حرف زن خوشش آمد، دست رو به آسمان کرد و گفت خداوندا زن من را جمالی ده که هیچ زنی را تا به حال نداده ای و هر روز به زیبایی او اضافه کن. حاجت آن مرد پارسا پذیرفته شد. صبح هنگام وقتی زن یوسف از خواب بلند شد دیگر آن زن شب گذشته نبود. زیبایی تمام در صورت و جسم او موج می‌زد. او چنان زیبا شده بود که هرگز کسی به زیبایی او وجود نداشت. یوسف که زن را در این جمال زیبا دید متحیر شد و از شادی در پوست خود نمی گنجید. زن هر روز زیباتر از دیروز می شد و در 1 هفته به جایی رسید که از بس زیبا و دلربا شده بود دیگر کسی حتی توان نگاه کردن به آن همه زیبایی را نداشت. خبر زیبایی او زبان زد مردم بنی اسرائیل شد و زن و مرد از هر سو برای دیدن صورت زیبای او می آمدند. روزی زن در آینه به صورت خود می نگریست و در صورت و روی و موی و لب و دندان و چشمش نگاه می کرد. غرور و تکبر پوچ او را فرا گرفت.
با خود گفت در تمام جهان مثل من وجود ندارد و هیچ کس این حسن و جمال من را ندارد و نخواهد داشت. آنگاه به طرف شویش نگاه کرد و گفت کیست این مردک؟ من در خور این مرد نیستم. مرد درویش نان جوخور که از نعمت دنیا بهره‌ای ندارد. من شایسته همسری پادشاهانم. اگر پادشاهان مرا ببینند از سر تا پایم را زر و زیور میگیرند و مرا عزت و احترام مینمایند. از این رو این هوا و هوس در سر زن افتاد و با شوی خود ناسازگاری و بدخویی را شروع کرد و بسیار بر یوسف جفا و ظلم میکرد و او را مدام دشنام میداد. زن هر روز به او میگفت من شایسته تو نیستم. تو حتی آنقدر نان نداری که شکمت را سیر کنی. تو فقط یک درویش نان جوخوری. آن زن 4 طفل داشت و از سر لجبازی از شستشو و پخت و پز و نگهداری کودکانش دست کشید و آنقدر ناسازگاری کرد که صبر یوسف تمام شد و یوسف با درماندگی تمام رو به آسمان کرد و گفت پروردگارا این زن مرا خرس گردان. زن فوراً به خرس تبدیل شد و به جزای کارش رسید و پیوسته گرد در و دیوار و بام خانه میگشت و بسیار گریه میکرد. در این میان یوسف ماند و 4 طفلش. یوسف از نگهداری طفلانش عاجز ماند و بسیار بی‌طاقت شده بود. او تمام وقت به طفلان مشغول بود و به همین دلیل از نماز و طاعت و عبادت عاجز ماند و نمازش پیوسته قضا می شد. یوسف آنقدر درمانده شد که دوباره رو به آسمان کرد و گفت پروردگارا این خرس را همچون زنی که بود تبدیل کن و در دلش قناعت قرار بده تا بر سر کودکان خود باشد و به نگهداری آنها مشغول شود تا من هم به عبادت تو بپردازم. در همان حال خرس به زن تبدیل شد و پس از آن زن به غمخواری و نگهداری کودکانش مشغول شد و هر بار که گذشته خودش را به یاد می آورد پنداشت که همه را خواب دیده است و عبادت 40 ساله یوسف هم به گرد و غباری تبدیل شد. خب دوستان، داستان تمام شد و در پایان این داستان پندی به مردان می دهد که دیگر به فرمان زن کار نکنند و در هیچ اموری با زنان مشورت ننمایند. اما این رو بدونید که در کتاب‌های تاریخی و کهن از این مورد پندها کم نیستند که همیشه خوانندگان رو از مشورت با زنان برحذر می‌دارند و نقش مکار و منفی رو به زن می‌دهند. چه در اشعار شاعران یا آثار نویسندگان قدیم این موضوع زیاد به چشم می‌خورد و آثار خیلی کمی رو میشه پیدا کرد که زن در آن نکوهش نشده باشد. صرف نظر از نگاه زن ستیزانه، شما چه پیامی رو از این داستان دریافت کردید؟